عرض سلام دارم خدمت همه همکاران عزیز. یه گوشی جیلیکس واسم اومده بود با مشکل شارژ، مثل گوشی‌های مونتاژی که داخل ایران هست. اینم مشکلش پیداش مشکل داشت که شارژ نمی‌کرد، یعنی علامت شارژ میومد ولی متاسفانه جریان کشی نداشت. بریم که اینو درست کنیم، ببینید که چیکار کردیم. خب ما کاری که انجام دادیم یه مقاومت با مقاومت 10 کیلو اوم رو پیدا کردیم از یه برد اوراقی نوکیا، بعد زدیم روی اینم مدلش جیلیکس کلاس 10 هست فکر کنم. زید نشونتون بدم کلاسش کلاس 10 هست. از این گوشی هایی هستن که تو ایران مونتاژ میکنن، از اون هستن. این مدل گوشی از این مدل گوشی های نوکیا 150 همین مشکل داره. بعد یه مدت دیگه شارژ نمیکنه، یعنی با هر باتری شارژ نمیکنه. بخاطر همون یه دونه مقاومت زدیم به اونجاش، یعنی اون دو تا پایه رو به هم وصل کردیم با این مقاومت، بعد مشکلش حل شد خوشبختانه. واسه شما مگه واسه تون همچین موردی باشه میتونید از یک مقاومت 10 کیلو اومی استفاده کنید. خیلی ممنون، مرسی، خدا حافظ شما.